رشت در همون دوره سامانیان یکی از شهرهای کلانی همین منطقه بود و تا جایی که معلوم است در همون رشت در دوره سامانیان از نقره یعنی درهم میزدند و این درهم ها در حدود تاجیکستان هم یافت شدند و در همون دوره سامانیان در حدود تاجیکستان دو شهر کلان بود که درهم میزدند. این یکی خوتال بود و دوم رشت بود که البته خود همین سند درباره موقع مهم داشتن همین شهر رشت در دوره سامانیان بود و زیاده از این همین درهم هایی که در رشت زده شدن نه تنها در تاجیکستان آسیا یافت میشوند بلکه این درهم ها در گنجینه هایی که در اروپا روسیه گنجینه های درهم های سامانی یافت شدن در همون جمع در ترکیب همون گنجینه ها درهم های رشت هستند. یعنی از آن شهادت میدهد که همین تاجران رشت با واسطه یا به واسطه در سودای بین المللی هم بسیار فعالانه اشتراک میکردند. و یک چیز خیلی جالبی دیگر این است که به نزدیکی ما در همین آثارخانه یک سکه داشتیم که طلایی که در همون رشت برآورده شده است دوره سامانیان از نام منصور ابن نوح و من همین سکه رو تحقیق کرده یک چیز بسیار جالب رو در اونجا پیدا کردم که در همین سکه خودش طلایی است اما در نوشتجاتش درهم نوشته شده است. این پدیده خیلی نادر است چون تا همین وقت در علم سکه شناسی سکه های طلایی رشت معلوم نبودند و بار اول با وجود این سکه های معلوم نبودند که طلایی باشند و در نوشتجاتشون درهم نوشته شده باشد و من همین چیز تحقیق کرده ادبیات را خوانده معلوم کردم که همین سکه ها طلایی اما با مهر درهم ها زده شدند. خب اینجا و من همین یک مقاله نوشته همین چاپ کردم و بسیار مقاله بسیار چی پیدا کرد. خیلی در روسیه اونجا که محققان همین دوره سامانی زیادتر هستند چون که در روسیه درهم‌های سامانی خیلی زیاد یافت میشوند در همون وقتش برای تجارت میرفتند و اون متخصصان اونجا این مقاله رو خیلی خوش قبول کردند چون که معلوم نشه که برای چی درهم افتاده اونجا زدن. اکنون من فکر میکنم که اینا چیکار کردن برای مثال مهر دینار مهر نو ساختن وقت لازم بود یعنی مهر دینار اونجا نوشته جا دیگه اینا راه آسانش گرفتن همون با مهر درهم از طلا سکه زدن همون اگر که همون کلمه درهم نمی بود این سیر فاش نمیشد که این با مهر و این در علم سکه شناسی معاملات پولی حادثه نادر است.